عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متماتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. در گوش دلم گفت فلک پنهانی، حکمی که قضا بود ز من می دانی؟ در گردش خویش اگر مرا دست بودی، خود را برهاندمی ز هر سرگردانی. دو چیز هست مایه دانایی، بهتر ز همه حدیث ناگویایی. از خوردن هر چی هست ناخوردن بی، و صحبت هر کی هست به تنهایی. رو بی خبری گزین اگر با خبری، تا از کف مستان ازل باده خوری. تو بی خبری، بی خبری کار تو نیست، هر بی خبری را نرسد بی خبری. زان پیش که از جام اجل مست شوی، زیر لگد حادثه ها پست شوی. سرمایه به دست آر اینجا که آنجا سود نکنی اگر ته دست شوی. خیمه خیام.